بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. وقت همه شما بخیر. باز هم میخوایم امروز براتون یک بورانی بانجان آماده کنم. امیدوار هستم که خوشتان بیاد. ما از قبل بانجان را پوست کردیم، به مدت 10 دقیقه هم رای نمک آغشته کردیم، دوباره اینا را شستیم. حالا آماده است، میریم طرف طرز تهیهش. دوستای عزیز، روغن رو به سرخ شدن است، به خاطر میخوایم بورانی بانجان آماده کنیم. در روغن نمک اضافه کردیم، به خاطر روغن زیاد به دیوان بانجان نمیره. حالا یک ربط اضافه میکنیم تا بانجان ها سرخ شود. آهسته آهسته رو به سرخ شدن است. اینجا را همیشه بازگرد میکنیم. خب دوستای عزیز، تا که بانجانای ما در روغن بیلیان میشه، تا وقت ما پیاز خود را توتا میکنیم. پیاز را گرد گرد به شکل حلقه‌ای برش میکنیم. دوستای عزیز، پیاز را دیدین گرد گرد برش دادیم، نازک نازک. پیاز ما خلاص شد. بانجان ما تمامش بیریان شد. حالا میخوایم لابش آماده بکنیم. در ابتدا ما به دیگ روغن اضافه کردم. پیازایی را که برش دادیم ما داخل روغن اضافه میکنیم. به خاطر که پیاز ما زودتر نرم شود، دو قاشق غذا خوری شکر اضافه میکنیم. شبها تمام کردیم. پیازها را ماندیم تا سرخ شود. حالا رومی را به شکل حلقه‌ای توته میکنیم. رومی های ما را هم گرد گرد برش دادیم. رومی های ما هم خلاص است. حالا بریم ببینیم که پیاز ما سرخ شده یا نه. خب دوستای عزیز، میبینیم که پیاز ما سرخ شده. به می اندازه کافیه تا رومی ها رو بلش اضافه میکنیم. با مدت چند دقیقه دم میکنیم. و دوستای عزیز، رو آماده است. آهسته آهسته بانجان ها رو سلوات میندازیم. بانجان اضافه کردیم. یک عدد مرچ تازه ریزه شده سر اضافه میکنیم. نیم قاشق هم نمک بودش اضافه میکنیم. یک گیلاس هم آب بودش اضافه میکنیم. به مدت 10 دقیقه دم میکنیم. دوستای عزیز، بانجان ما پس از 10 دقیقه آهسته آهسته آماده است. میبینید بالای روغن آمده. حالا دیگه در ظرف میکشیم. در قاب دلخواه ما ماست میگیریم. ما ماست قبلا نمک هم روی سیر دادیم. حالا بانجان را بالای قاب اضافه میکنیم.
حالا بالایش کم کم ماست اضافه میکنیم. دوستای عزیز، بانجان ما آماده است. امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. برای حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنید، علامه زنگوله را فشار بتین. منتظر انتقادات پیشنهادات شما هستیم. تا ویدیوی بعدی شما را به الله پاک میسپارم. اوقات خوش.